در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 45 ساله ساکن نوای رودکی با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر شد. او همراه رفیقش مرد 45 ساله ساکن شهر دوشنبه با مصلحت پیشکی 11 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 11:30 در کوچه نعمت قره‌بایف پایتخت به تاریخ آشکارا از جیب مرد 45 ساله ساکن نوای رودکی یک عدد همیان را که در داخلش شناسنامه ملی، شهادتنامه‌های رانندگی و 2 عدد کارت ملی پلاستیکی داشت تصرف نموده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسمی نشده 1000 سومانی را تشکیل می‌دهد. اوید و این حادثه تفتیشاتی ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوای ووسه عریضه مرد 27 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که شب 29 ماه سال 2023 تخمینا ساعت‌های 23:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا 6500 سومانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 27 ساله ساکن شهر کولاب صادر نموده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، جوان 20 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 25 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 2:30 با راه پنهانی وارد خانه استقامتی زن 48 ساله ساکن پایتخت شده از آنجا 6000 سومانی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانی نشده 14000 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.